سلام آقا، ما شنیده بودیم ترموستات عظما خراب شده، اما از خرابی تایمر عظما خبر نداشتیم. منظورم اینه که سیستمش تأخیری عمل میکنه. 2 هفته پیش ملوانای آمریکایی رو گروگان گرفتن، بعد عظما تازه یادش افتاده که باید یه طیب الله انفسکم بگه و یه دستی به سر و ریش گروگانگیرا بکشه. شما به لحظه عمل کردید. بسیار کارتون عالی بود، بسیار کارتون جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت. اونا رو کشون به آبهای ما، اون تو دستاشون رو سرشون بذارن و اینها. این درست این حادثه کار خدا بود، در وقت خوبی این حادثه انجام گرفت. شما هم عالی عمل کردید. اگه اون امام گور بگورید قربون صدقه گروگانگیراش میرفت، به خاطر این بود که 444 روز توی تهران گروگانا رو نگه داشتن. اما تو که این جماعت رو به اندازه یه روزم نتونستی نگه داری، تازه جرأت نکردی از خلیج فارس بیرونشون کنی. پس آخه چی داری میگی تو؟ به چیت مینازی بدبخت؟ این پیروزی آشکار و فتح مبینی که خداوند در یکی از حساسترین موقعیت‌های تاریخی و سیاسی کشور و انقلاب ما به ملت ایران اهدا کردند. جانشین فرمانده کل سپاه پیام بازداشت تفنگداران آمریکایی را بیشتر از خود آمریکایی‌ها متوجه برخی کشورهای منطقه دانست که سعی دارند هر از گاهی با ماجراجویی‌های خود فضای منطقه را متشنج کنند. وقتی ساعت عظما عقب باشه دیگه تکلیف پاسدارای زبار در رفتشم روشنه. این یکی طور سیم پیچ سوزونده که تازه بعد 2 هفته یادش افتاده که شاخ و شونه بکشه. بابا کجای کاری تو؟ چرا همون موقع که پاسدار سبزعلی رضایی از شیرجه هواپیماهای شیطان بزرگ رو سرتون میگفت این حرفا رو نمیزدی؟ خدا این بار و در عرض چند دقیقه به دست فرزندان غیور سپاه زد و همه آن تصاویر را به زباله‌دانی انداخت. آری، خدا اگر خداست برایش هیچ کاری ندارد که در عرض چند دقیقه محصول 2 سال دست دادن بعضی ها با ابلیس را دود کند و به هوا بفرستد. جالب اینجاست که همشون هم هی خدا خدا میکنن. خامنه میگه کار خدا بود، این میگه خدا بخواد فلان کار رو میکنه. خب معلومه که وضع خیلی خراب شده که همتون شروع کردید به دخیل بستن. خدا اولین کاری که میکنه به کمر همتون میزنه. به زودی هم کار خدا رو میبینید هم کار بنده خدا رو. اون چنان بلایی سرتون بیارن که اون سرش ناپیداست. هرچند برخی ها به مدد پشتیبانی رسانه‌ای غربی صهیونیستی بخواهند مقاومت جوانان ملت ایران را به تندروی القا کنند، اما اگر در مقاومت ما سستی ایجاد شود کار به جایی میرسد که میگویند درس عاشورا مذاکره با دشمن است، نه مقاومت و جهاد و شهادت. آها، حالا شد. طبق معمول شریعت نداری در دستی عظما رو لو داد. بله، اصل قضیه همینه. خامنه دید بعد از زهرخوران و در آوردن قلب عراق و قطار نشکشی از سوریه حال و روز بسیجا خیلی داره خراب میشه. واسه همینم بود که با تأخیر به صحنه اومد تا اینجوری یه چند سیسی رویه به این جنازه ها تزریق کنه. این کار به قدری مسخره است که بسیجی ها رو بدتر به پت پت میندازه. بله اینجوریه. خداحافظ شما.